پگاه 10 اوگوست رزمایش مشترک نیروهای مسلح روسیه، ازبکستان و تاجیکستان در مشقگاه حرب میدان واقع در ولایت ختلان تاجیکستان در حضور خبرنگاران نتیجه گیری می شود. این مشق مشترک گسترده در حال به انجام می رسد که در چندین ولایت هممرز افغانستان با تاجیکستان جنگ های شدید ادامه داشته بخش عمده از مرز زیر نظارت طالبان گذاشته است. همکارمان میرزا نبی خالقزاد این موضوع را دنبال داشت و حالا در استودیو قرار دارد. میرزا نبی بگوید که چنین تمرین گسترده شهادت چیست؟ کشورها به حمله های احتمالی طالبان آماده می شوند؟ بله اسکندر، وزارت دفاع تاجیکستان میگوید دایره فراگیری این مشق نظامی وسیع بوده. بیش از 2000 سربازان نیروهای مسلح روسیه، ازبکستان و هم تاجیکستان شرکت نموده. در انجام عملیات‌های ضد حمله احتمالی دشمن 25 چرخبال جنگی و باربر، هواپیماهای بمب انداز، قریب 300 عدد زره‌پوش، توپخانه و مهمات مختلف استفاده شدند. بر اساس اظهارات ستاد حفظه مرکزی نیروهای روسیه، یک گروه هواپیماهای حمله کننده سو 25، چرخبال‌های جنگی می 24، اینچنین چرخبال‌های باربری نوع‌های گوناگون می 8 به شرکت در این رزمایش جلب کرده شدند. در مرحله اساسی مشق‌ها پیلوت‌ها با جستجوی پایگاه‌های پنهانی دشمنی احتمالی مشغول شده. آنها از جای‌های جمع آمد نیروی زنده و تکنیک دشمن را هدف ضربه‌های موشکی و بمباران قرار می‌دهند. نتیجه آن را طور سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان فریدون محمدلیف امروز به ما وعده داده است. پگاه نتیجه گیری خواهند کرد. میرزا نبی، صرف نظر از جنگ ها در آن طرف مرز، طالبان بارها تاکید کردند که به کشورهای همسایه کار ندارند. چرا کشورهای آسیای مرکزی به این وعده ها باور ندارند؟ ببینید، مقامات تاجیکستان تا هنوز به طور رسمی در این مسئله اظهار نظر نکردند، ولی 2 روز پیش وسیلی نبنزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت گفت کشورهای آسیای مرکزی از احتمال به قلمرو آنها در آمدن جنگجویان افغان زیر پوشش یا گریزه و یا پناهنده نگرانند. بر علاوه طالبان افغان در حساسترین نقطه‌های مرزی بین افغانستان و تاجیکستان گروه انصارالله را مسئول مرزبانی گذاشتند که اعضا و طرفدارانش در تاجیکستان با اتهام تروریسم تحت پیگرد هستند. مثلا مهدی ارسلان، در اصل محمد شریپوف، ساکن دهه شربگیان جماعت سفید چشمه ناحیه نورآباد، شخصی است که طالبان در اداره 5 ولسوالی مرزی افغانستان کوف، شیکای، نوسای، ماهیمای و خان را به او سپردند. نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفته بود معلومات دسترس شده است که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرز قرار دارند و مقامات تاجیکستان ظاهرا با وعده‌های طالبان چندان باور ندارند و پرزیدنت امام علی رحمان فرمان جلب 20,000 نیروی اضافی را به مرز درخواست کرد و در کشور یک تمرین سرتاسری حربی با شرکت 230,000 نفر برگزار نمود. همچنین از روسیه و همپیمان‌های دیگرش خواست در تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان کمک کنند. تشکر از همکارمان میرزا نبی خالقزاد. رادیوی آزادی تحولات اخیر افغانستان و منطقه را پیگیری دارد و شما می توانید این تحولات را در سایت ما www.azadi.org پیگیری کنید، بخوانید و یا تماشا کنید.